سلام دوستان عزیز، به یکی از برنامه دیگی کد ویکند خوش آمدین و من حمید افغان هستم و در این سیشن لایف می خواهم که در مورد API development صحبت بکنم. در ابتدا از این قسمت شروع می کنیم که مسئله API چطور به وجود آمد، بعدها API چطور پیشرفت کرد، روی تاریخچه API هم صحبت خواهد کردیم. ابتدا اول بیم این شکل ببینیم. در اوایل طوری بود که سیستم ها زیاد نبودن، سیستم ها با ندرت بود، کم بود و بعدها سیستم ها زیاد شد و خواستن که بین سیستم اول و سیستم بعدی یا سیستم دومی یک راه ارتباطی برقرار شود که ریکوست و ریسپانس یا دیتا بین این دو سیستم رد و بدل شوند. بنابراین به خاطر همین موضوع اینا ضرورت به یک فرمت، ضرورت به یک نوعیت دیتا داشتن که برای هر دو طرف، بر سیستم اول و سیستم دوم، این معلومات قابل خواندن باشه، قابل فرمت باشه و قابل استفاده باشه. در اینجا چیزی که به وجود آوردن یک اینترفیس باشه، یک اینترفیس را به وجود آوردن، یک که بعدها نامش گذاشتن به نام اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس یا API که با واسطه به امی اینترفیس یا پروگرامینگ اینترفیس اینا معلومات را به یک فرمت مشخص، به یک فرمت منظم اینا بین هم رد و بدل یا تبادله میکردن. امی API در اوایل به صورت کامند لاین بود، تنها به صورت کامند لاین بود که زیادتر به خاطر مسائل گرافیکی استفاده می شد که در سلاید های بعدی ما تشریحات کردم. ولی امروزه ما انترپرایز اپلیکیشن ها مثل پیپال، مثل استرایپ، پیمنت انجین و مسائل دیگر داریم که از API استفاده میکنه و دیتا را برای مردم اویلیبل می سازه. اگر یک جنبندی مشخص را در قسمت ای بکنیم که API چی است، API یک پروگرامیکلی و یا یک راه حل پروگرامینگ است به خاطر شریک ساختن اطلاعات بین دو اپلیکیشن مختلف که در دو لسان یا لنگویج مختلف ساخته شده، در دو پلتفرم مختلف ساخته شده. تنها دلیلی که API به وجود آمد همین بود که سیستم ها به لسان های مختلف، به پلتفرم های مختلف ساخته شدن و بعدا ضرورت پیدا شد که سیستم ها با هم کار کنه و اطلاعات را رد و بدل بسازه. به دلیل اینا یک راه حل را که ساختن، یک اینترفیس را ساختن که به یک فرمت مشخص که بر هر دو جانب یا بر سیستم A و سیستم B که در پلتفرم های مختلف هستن قابل خواندن یا قابل درک باشه. بعدا نامش گذاشتن اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس. ولی در اوایل به این شکل نبوده. در سال 1968 نام امیر گذاشته بودن یا نام امی میتد رو گذاشته بودن به نام اپلیکیشن پروگرام اینترفیس. این به چی مفهوم بود؟ این به این مفهوم بود که اینا بعضی شرکت ها را ایجاد کرده بودن در یک برنامه. وقتی که برنامه را رن کردن، بعد شرکت ایجاد کردن که شرکت ها امو یک مشخصا یک کامند اجرا میکرد. به او خاطر گفتن که اپلیکیشن پروگرام اینترفیس. بعدها این مسئله تبدیل شد به پروگرامینگ اینترفیس که لسان تنها ورد پروگرام به پروگرامینگ چنج شد و یک امکانات بسیار وسیع را به مردم فراهم ساخت تا بتونن اطلاعات را بسیار به صورت منظم و با یک فرمتی استاندارد که بر هر دو طرف قابل فهم باشه و بر دو طرف یا هر دو سیستم قابل رید و رایت و مسائل دیگه باشه اونا را ساختن. اما استفاده از API چه خوبی ها را اضافه کرد؟ اولین چیز را که همه در تمام سیستم ها قابل مشاهده است او کامپلکسیتی یا مغلق بودن یک سیستم را هاید میکنه. ما تنها به مو API ریکوست میکنیم، ما تنها به یک URL ریکوست میکنیم و چه مقدار کامپلکسیتی را که او سیستم در داخل خود ایجاد کرده و سیستم با دیتابیس های خود ایجاد کرده ما با اونا کار نداریم.
تنها یک ابسترکشن لیر است که بر ما اکسس میده، ما بتونیم که معلومات خود بگیریم و بقیه مسائلش کار نداریم. مثلا ما یک پکیج را استفاده میکنیم و او پکیج یا پکیج یا کامپوننت های را که کسای دیگه نوشته کردن استفاده میکنیم که اونا برای ما میگن شما زمانی که پکیج را استفاده میکنین ای پراپرتی ها را من حیث دیتا برش بتین و بعد دیگه مسائل شما ضرورت ندارین که کامپلکسیتیش دست بزنین. بنابراین ما به این منظور این مسئله را میگیم که کامپلکسیتی را هاید میکنه. موضوع بعدی دیگه که API خوبی که داره اوی است که کدای ما و شما ریوزیبل میشه. ما ضرورت نداریم که کدا را چندین بار به پلتفرم های مختلف بنویسیم و شریک بسازیم. موضوع دیگه که از ریسورس شیرینگ است. ما هر نوع تکست، هر نوع معلومات را که ضرورت باشه با استفاده از API به فرمت مشخص به کلاینت خود داده میتونیم یا از یک سیستم به سیستم دیگه تبادله کرده میتونیم. تمامی این موضوعات را که بر شما گفتم که high complexity reusable codes و resource sharing، همه موضوعات که هست تنها با یک سینگل ریکوست است. شما یک HTTP ریکوست میکنین که اگر از وب سرویسز برایم به طرف دیگه یک کامند لاین ریکوست میکنین و تمامی موضوعات بر شما اویلیبل میسازه. API تنها URL ریکوست نیست که بر شما یک URL داده شوه و شما در او URL ریکوست کنین و او معلومات بر شما داده شوه. موستلی او مسائل را که ما میگیم که URL ریکوست است ما بعدها را وب سرویسز گذاشتیم. درست است، سرویس های وب که اینا برای ما خدمات را ارائه میکنن که اطلاعات را برای ما بر اساس یک فرمت مشخص میده. اما بحث API است که ما امرای یک کامپوننت دیگه، همراه یک پلتفرم دیگه، همراه یک سیستم دیگه یا کامپوننت دیگه، همراه رایت دیتا یا دیتای واقعی و دیتای درست ما چیکار کنیم؟ انتراکت کنیم. در واقع نمونه بارزش که است تگ پراپرتیز در قسمت HTML است که ما اضافه کردیم. در واقع او هم یک API است و تمامی مسائل برمیگرده به این موضوعی که بر شما گفتم کمیونیکیشن و که اینا بین هم میخواین که کمیونیکیشن انجام بده. اگر که من در این قسمت یک مثال خوب را بر شما نشان بدم، او عبارت از این مثال ها خواهد بود که من حالا بر شما میارم. ببینید در این قسمت ما یک پکیج داریم به نام view per slide و در قسمت view per slide در بالای تر از این بر شما به صورت واضح گفته که API، من قسمت بر شما بیارم، گفتن که view per slide API به این مفهوم است که شما رایت دیتا را اطلاعات درسته تنها به امی تک یا به امی کامپوننت میتین و او کامپلکسیتی را که او به چه شکل کار کرده شما او تچ نمیکنین، او ضرورت ندارین. گذشته از این مسائل در قسمت تگای HTML ما و شما هم مسئله API وجود داره، مثل name، مثل class، مثل read only، مثل required. همه اینا که هستن در واقع API هستن که به یک شکل مشخصی کار میکنه. اوکی، بنان تنها API تنها URL ریکوست نیست که ما با یک URL مشخص ریکوست کنیم و از اون طرف اطلاعات را بگیریم. بعد بحث از این را میخوایم که بر شما صحبت کنیم که اگر ما خود ما بخوایم که یک API را دیولپ کنیم، و به چه شکل ما کدام مسائل در نظر باید بگیریم و کدام مسائل را باید ما مراعات کنیم که یک API که به مردم ما میتیم یک API درست full of content و full of documentation و از طرف دیگه منظم باشه.
ما در قدم اول ضرورت داریم که یک اپروچ مشخص انتخاب کنیم. مثلا آیا شما به صورت ساب یا به صورت رستفول، یک از اینا رو شما مشخصا انتخاب میکنین. این ساب و رست که است در واقع یک استایل است، به خاطر یک استایل ای پی آی است، به خاطر شریک ساختن ای پی آی به دیگران. و ما از طریق زمین ای پی آی چطور بتانیم که دیفرنت میدیا را، اگه عکس است، ویدیو است، همه اینا رو ما به چه شکل ما شریک بسازیم. و بحث دیگه ای که است، تمامی مسائل که بر شما گفتم، مثلا دیفرنت میدیا، عکس و مسائل دیگه، تنها میتونه که یک آدرس باشه و ما او فایل را ما شریک نمیسازیم. ما تنها یمو ایدنتیفایر یا آدرس شریک باید بسازیم. این موضوعات است که ما در حال بر شما صحبت میکنم. در قسمت گرفتن یا انتخاب کردن یک فرمت مشخص، قبلا XML بود و با فرمت های دیگه هم البته بودن، اما فعلا جاوا اسکریپت آبجکت نوتیشن یا جیسون است که اطلاعات را شما میتونید بین دو سیستم به صورت بسیار واضح شریک بسازید. چیزهای دیگه ایره که در قسمت دیولپ کردن API شما در نظر بگیرین، او عبارت از URL های شماست. شما به چه شکل URL را به کلاینتتان میتین که او قابل فهم باشه و کنونشن یا اما قراردادهایی را که در قسمت نیمینگ URL است شما در نظر بگیرین. اولین مسئله ای است که شما اسم را انتخاب باید کنین و ورب انتخاب نکنین. مثل که اینجا ما داریم get books 1 2 3 مثلا ID book و نباید به شکل از حالت خوب است، ولی حالت خرابش است که شما نشته کنین get books به جای verbs باید noun باشه. درست است؟ و resource شما مشخص باشه، مثلا posts books notes به شکل. و موضوع دیگه ای است که به صورت پلورال باشه، به صورت جمع باید باشه. cards باید یا books یا posts notes به شکل باشه. و در قسمت این مثلا یک چیز دیگر هم بر شما اضافه کنم که ما در کل get داریم و post داریم، اما شرایط های دیگه را هم داریم. مثلا books اگر میتود get ما باشه، تمامی بوک باید بر ما یا تمامی کتاب ها را باید ریترن کنه. اگر باز ما نشته کنیم که میتود get books و آیدی از او باشه، او تنها یک بوک را بر ما باید بیاره. اگر ما گفتیم book/create فرض مثال فرم کریت بر ما بیاره. بنابراین این مسائل بسیار زیاد مهم است به خاطر ایجاد API، به خاطر از این که شما API تان دیولپ میکنید. اما اگر که شما بحث روی نستینگ ریلیشنز میں یا هایرارکی میں باز شما به شکل داشته باشین که یوزرز سلش آیدیش 1 یا 2 یا 3 بعدا پست. درست است؟ که شما کمک میکنه که او کلاینت شما به صورت خوبتر و واضحتر بفهمد. بحث دیگه که از بحث ایرور هندلینگ است که شما باید در صورتی که کدام کد شما یا کدی که ریکوستی که بر شما روان میشه، شما باید ولیدیشن داشته باشین، باید اونا را ایروراش هندل بکنین و با اونا به صورت منظم یک ایرورش یا اما چیزی که در اونجا اتفاق افتاده با یک مسیج مشخص و کد مشخص ریترن کنین. در این قسمت میخوایم که مثال را که من اینجا پیش خود دارم بر شما نشان بدم. ببینین در قسمت API users 1 ما میخوایم که امی یوزر در واقع ایدیت کنم و اطلاعاتش در اینجا قرار ندادیم و این فیلد ها که از required است و بر ما گفته که the email field is required, the name field is required و ایرور کد یا استاتس کد ما که از 422 و این منظم
به اون نفر مشخصا میفهمونه که ولیدیشن فیل شده و باید به ایرور و مسیجایش به هر دوش دسترسی داره. اگر که ما یک از اینا را مثلا داشته باشم دن ببین به صورت منظم باید مسیج همراه با ایرور هایی که در اینجا است بر شما داده شود. اوکی، در قسمت ایرور هندلینگ در صورت از که ایرور وجود داشته باشه یا ایرور باشه شما باید به صورت منظم کد و مسیج از اون شما باید داشته باشین که ما یک نمونهش بر شما در اینجا حاله میارم. مثلا ما و شما میخوایم که با ریکوست کنیم با یوزرز یک، مثلا با متد گیت با یوزر شماره یک ما و شما. خب این یوزر یک سرور ایرور است، ایرور داره و اینجا باید استاتس کدش مشخص باشه و در پالیش یوزر مسیج ما و شما هم مشخص باشه. در صورتی که این درست باشه فرض مثال به این شکل بنان عمودیت های ما و شما میاد. خب اما اگر یوزر وجود نداشته باشه به این شکل که آیدی نیست، در این حالت هم شما باید استاتس کد داشته باشین 404 و در پولیش مسیج داشته باشین. در قسمت API شما از HTML نمیتونین که ریترن کنین چون قابل فهم نیست و نمیتونه که او را نشان بده اما کلاینت شما. مثلا ما در اینجا امی قسمت ما بر میدارم مثلا و در اینجا در 404 انتری به این شکل و اگر که ما در این قسمت به مثلا accept API نباشه و این یک صفحه بر ما به این شکل ریترن کرده. ببینین صفحه HTML است که درست نیست، قابل فهم برای کلاینت شما نیست. بنابراین شما به صورت منظم این مسائل را در نظر بگیرین تا که کلاینت شما وقتی که ریکوست روان میکنه شما هم استاتس کد و هم مسیج بتین تا کلاینت شما بهتر بتونه که از این مسائل استفاده کنه. بحث دیگه را که در این قسمت وجود داره موضوع ایرور کدز است که شما به صورت منظم باید کدا را روان کنین 404 302 300 همه‌شونه و 200 فرض مثال به صورت از که کلاینت شما بفهمه که اوکی everything went اوکی. موضوع دیگه ای است که گاهی اوقات پیش میاد که ما تمام یوزرها را میخوایم پلاس فیلترینگ یک فیلتر میخوایم در پولیش، سورت میخوایم، پیجنیت میخوایم و فیلد سلکشن میخوایم. به شکل که ما یوزرها را میخوایم وقتی که تمام مثلا سلش یوزرز باشه تمامی یوزرها را بر ما ریترن کنه. اما اگر ما پیج نشته کنیم like this پیج یک تنها صفحه اول را بر ما بیاره و بعدش لینک های نکست و پریویوز هم بر ما باید بده. درست است؟ این به این شکل شما باید نشته کنین. احیانا اگر شما میخواین که سرچ و گپای دیگر رو داشته باشین باید در پارام شما اضافه شده باشه. به شکل سرچ مثلا کسی را به نام احمد شما میخواین سرچ کنین. درست است؟ و همچنان اگر شما میخواین با سورت داشته باشین و بگین نیم و به این شکل در آخرش اضافه میکنین یا این اجازه میتین که کلاینت شما در آخر اضافه کنه و شما در قسمت API تان این رو در نظر بگیرین. و یایی که فیلدز میگن مثلا کالمز به این شکل و این مساوی قارمت به نیم کاما ایمیل اونلی در او حالت تنها شما ایمیل و نیم را برش باید روان کنید. درست است؟ چون ما ایمپلمنت نکردیم در اینجا نه. موضوع نیست یا راستی بر شما اشاره کردم یک سلش پست به این شکل که از یوزر یک پست را بر شما بیار.
یک موضوع دیگه ای که خیلی مهم است اوی است که API را که شما نوشته میکنین، یک API به اندازه ای که داکیومنتیشنش خوب باشه به ما اندازه API خوب است. این چیز است که مثلا همه در نظر باید بگیره و یک API بدون یک داکیومنتیشن خوب یک API خوب نیست. ما یک منظم از این موضوعات را در نظر گرفتیم در اینجا که امروز شما شریک میسازم در قسمت کامنت شما میتونید پیدا بکنین امی یورل را و در اینجا تمامی API نیمینگ کنونشنز از راوت گرفته و تمام مسائلش در اینجا گنجانیده شده و این جمله را که گفته API هر اندازه خوب بوده میتونه که داکیومنتیشنش خوب باشه. بنابراین شما باید داکیومنتیشن منظم داشته باشین. به خاطر ساختن داکیومنتیشن های منظم شما از سافر های مختلف استفاده کرده میتونین و یک از او سافر ها که آنلاین میشه شما جنریت کنین در واقع ازش استفاده کنین یا سواگر است. درست است؟ شما میشه که از سواگر استفاده کنین API تانا داکیومنت کنین. درست است؟ هرچند که بعضی اوپن سورس سافرهای دیگه هم است که فری هم هستن شما از او استفاده کنید ولی سواگر نسبتا بهتر است. شما میشه از استفاده کنین و با یوزرتان داکیومنتیشن API تانا بده. بحث دیگه که وجود داره بحث SSL است که شما مسائل SSL یا TLS را در نظر بگیرین که HTTPS باشه یا endpoint را که شما ایجاد میکنین. از طرف دیگه مسئله ورژن بسیار زیاد مهم است. ما قبلا یک API را داشتیم که مسئله ورژنینگ در نظر نگرفته بودیم ولی ما خیلی از مردم های دیگه او API را استفاده کردن. وقتی ما نکست ریلیز کردیم او با ورژن قبلی ما در واقع تطابق نداشت و مشکلات زیاد را ایجاد کرد. بنابراین روی از این مسئله مهم است و شما باید ورژن بندی بکنین API تانه. مثلا base_url/v1/users به شکل که در قسمت پستمن بر شما نشان دادم. مثلا به شکل باشه که v1 users/post یا که شما باید ورژن 0 داده و را داشته باشه به شکل که اینا بر شما کمک میکنه. بحث دیگه که ما در اینجا نگنجاندیم و فراموش شده بود اویی بود که گاهی اوقات شما بعضی از API را مجبور هستین نوشته کنین که third party یا یک پکیج دیگه یا یک ریسورس دیگه یا یک سرور دیگه بعداً در او ریکوست میکنه و شما باید قبل از اینکه اونا ریکوست کنه تستینگ از رو داشته باشین. ما به خاطر این مثلا چیزی را که مثلا بر شما پیشنهاد میکنم استفاده از پستمن است که شما میشه از این اپلیکیشن استفاده کنید، بسیار منظم است. و بعد مسئله دیگه که مهم است که اگر شما او سرویس دیگه طوری میخواه که لوکال شما لایف باشه، لوکال شما یعنی آنلاین باشه که او دیتا را آن کنه، بنابراین شما از والت میتونید استفاده کنید. درست است؟ لینکس والت اگر شما از این استفاده میکنید، لینکس والت هوست میکنه توسط انجراک امی اپلیکیشن شما را برای استاتیک وبسایت ها استفاده میشه، برای لاراول استفاده میشه، برای نود استفاده میشه. شما میتونید که سرورتان در واقع اپ کنین و تمامی موضوعاتش که هست امروی انجراک هست که شما میشه جستجو کنین و پیدا کنین. بنابراین این بر شما یک لایف میته، یک هوست لایف که برای 24 ساعت والید است اگر شما او را قطع نکنین. و وقتی که شما امروی ترد پارتی کمیونیکیشن میکنین که او ترد پارتی و
و او سرویس دیگه میخواه که همین لوکال شما آنلاین باشه، شما از استفاده کنید. درست است؟ و اونا میتونن که بسیار به صورت ساده دیتا رو بر شما روان کنه و شما در اینجا تست کنید که آیا لوکال شما درست کار میکنه یا نه. این تمامی موضوعاتی بود که ما در ارتباط به API development در ذهنم بود یا میخواستم که را همراه شما دوستان شریک بسازم. بسیار زیاد تشکر از این که تا این دم صحبت ها رو گوش کردین و بسیار زیاد تشکر از کمیونیتی کتوکن.